بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده مهربان. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. یقینا زمانی طولانی بر انسان گذشت که چیزی مهم و قابل ذکر نبود. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. به راستی ما انسان را از نطفه مختلطی آفریدیم، او را میازماییم، پس او را شنوای بینا قرار دادیم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. همانا ما راه را به او نشان دادیم، خواه سپاسگزار باشد یا ناسپاس. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. به راستی ما برای کافران زنجیرها و بندها و آتش سوزان مهیا کرده ایم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. بیگمان نیکوکاران در بهشت از جامی می نوشند که آمیخته به کافور است. عینا یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. از چشمه ای که بندگان خاص الله از آن می نوشند، هر وقت و هر جا بخواهند آن چشمه را جاری می سازند. یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا. بندگان نیکوکار به نذر وفا می کنند و از روزی می ترسند که عذاب و شر آن فراگیر است. و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. و غذا را با اینکه نیاز و دوست دارند به مستمند و یتیم و اسیر می بخشند. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. و در دل میگویند ما فقط به خاطر الله به شما غذا میدهیم، نه از شما پاداشی میخواهیم و نه سپاسی. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. همانا ما از پروردگارمان می ترسیم از عذاب روزی که ترش روی و دشوار است. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. پس الله آنان را از سختی و شر آن روز نگه داشت و به ایشان خرمی و شادمانی بخشید. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. و به شکرانه صبری که کردند بهشت و لباسهای حریر بهشتی به ایشان پاداش داد. متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. در آنجا بر تختهای زیبا تکیه کرده اند، نه حرارت آفتابی در آنجا می‌بینند و نه سوز سرمایی. و دانیة علیهم ظلالها و ذللت قطوفها تذلیلا. و سایه هایش بر آنان فرو افتاده و میوه هایش برای چیدن در دسترس است. و یطاف علیهم بآنیة من فضة و اکواب كانت قواریرا. و در گرد ایشان ظرفهای سیمین غذا و کاسه های بلورین نوشیدنی گردانده می شود. قواریر من فضة قدروها تقدیرا. کاسه های بلورینی از نقره که آنها را به اندازه مناسب لبریز و آماده کرده اند.
ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبیلا و در آنجا از جام‌های سیراب می‌شوند که آمیزه اش زنجبیل است. عینا فیها تسمى سلسبیلا این جام‌ها از چشمه ای پر می‌شوند در آنجا که سلسبیل نامیده می‌شود. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا و همواره نوجوانانی جاودانه بر گردشان میچرخند که هرگاه آنها را ببینی گمان میکنی که مروارید پراکنده هستند. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا و چون به هر سمتی بنگری آنجا نعمت بسیار و فرمان روایی عظیمی میبینی. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا بر آنان لباسهایی سبز رنگ از دیبای نازک و دیبای زخیم پوشانده شده است و با دستبندهایی از نقره آراسته شده اند و پروردگارشان شراب پاک به ایشان می نوشاند. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا و به آنها گفته می شود این نعمتها پاداش شماست و بدانید که از سعی و کوشش شما قدردانی شده است. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا ای پیامبر، یقینا ما قرآن را بر تو تدریجا نازل کردیم. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا پس بر حکم پروردگارت شکیبا باش و از هیچ کدام از گناهکاران و بیدینانشان فرمان مبر. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا و صبح و شام نام پروردگارت را یاد کن. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا و نیز بخشی از شب برایش سجده کن و نماز بگزار و در بخش بلندی از شب او را تسبیح گوی. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا بیگمان اینان دنیای زودگذر را دوست دارند و روز سختی را که در پیش دارند پشت سر خود رها می کنند و به آن اهمیتی نمی دهند. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبدیلا ما آنها را آفریدیم و پیوند وجودشان را محکم کردیم و هر زمان بخواهیم جای آنان را به گروه دیگری مانندشان می دهیم. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا بیگمان این یادآوری و پند است، پس هر کس که بخواهد راهی به سوی پروردگارش برگزیند. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما و شما چیزی را نمیخواهید مگر این که الله بخواهد، بیگمان الله دانای حکیم است. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما هر کس را که بخواهد در رحمت خود وارد می کند و برای ستمکاران عذاب دردناکی آماده کرده است.